سلام دوستان عزیز. امروز میخوام در مورد روزی آب صحبت کنم. روزی آب یعنی هر موقع چیزی خواستید بخورید، به جای مثلا کربوهیدرات یا مثلا فایبر یا مثلا پروتئین آب بخورید. حالا نمیتونید خودتون رو محدود بکنید به آب. اگه خواستید چای سبز هم میتونید بخورید، قهوه بدون شیر میتونید بخورید، چای میتونید بخورید، چیزی که به کربوهیدرات بدنتون اضافه نکنه. این روزی آبه. چه تفاوتی بین روزی آب و روزی اسلامی هست؟ فرقش اینه که روزی آب یه مدتی باید اینو بگیرید. حالا روزی اسلامی هم میتونش مربوط به روزی آب بشه، ولی روزی اسلامی در ساعتهای خاص روز گرفته میشه، از سحر تا افطار. ولی روزی آب اون ساعتها رعایت نباید بشه، لازم نیست که بشه. بعد روزی آب میتونه بیشتر از روزی اسلامی باشه، بنابراین اون محدودیت رو نداره. تفاوت روزی آب با رژیم های مختلف هست اینی که روزی آب خودش رو محدود میکنه به آب. یعنی مثلا فرض کن میگه یه نفر میگه که من گوشت نمیخورم، این فرق میکنه دیگه. این با روزی آب فرق میکنه. یا مثلا میگی من نون نمیخورم، خب این فرق میکنه. یا خامکاری میکنم. اینا رژیم های مختلفه. روزی آب فقط باید خودتون محدود کنی به آب یا چای یا چای سبز یا قهوه که شیر و اینا هم نداشته باشه. میتونید مواد مثلا کلسیم یا مثلا چیزهای دیگه از لحاظ مواد غذایی استفاده کنید. هدف روزی آب فقط سرطان هست یا کاهش وزن و سمزدایی هست؟ میتونه همه اینا باشه. یعنی مثلا تمیزسازی بدن یا کاهش وزن. ولی اگر میخواید وزنتون رو کم کنید، اون موقع باید بدونید که به اصطلاح سم توی چربی جمع میشه. بنابراین نباید خیلی زیاده روی بکنید و فرصت بدید که مواد سمی
به تدریج از بدن خارج بشه. یعنی یه مرتبه نبایستی به اصطلاح وزنتون کم کنید. تفاوت با گشنگی چیه؟ ببینید وقتی که ما غذا نمیخوریم، اولش کالری تو مایچه های ماست استفاده میشه، بعد گلایکوژن کبدمون استفاده میشه، بعدش چربی بدنمون استفاده میشه، بعدش میرسه به گشنگی و مایچه از دست دادن. ما اون حالت نمیخوایم بشه که از ماهیچه از دست بدیم. ماهیچه بسیار به اصطلاح ارزشمنده. اینقدر نبایستی به اصطلاح روزه بگیرید که ماهیچه چون از بین بره. اون دیگه بستگی داره که اون شخص چقدر چاقه. بنابراین دو مسئله مهم اینجاست. یکی این که اگر چربی دارید یواش یواش باید از دست بدید. اگه چربی ندارید و لاغر هستید، اون موقع با روش هایی هست که مایچه‌تون رو از دست ندید ولی به اصطلاح اون هدف سرطان و اینا رو هم بهش برسید. مدت روز چقدره؟ معمولاً ما بایستی به تدریج مدت روزمون رو به 16-17 ساعت برسونیم که اثر بذاره. بعد تا 3 روز هم میتونید این کارو بکنید، یعنی روزه آب بگیرید. ولی بیشتر از 3 روز باید زیر نظر متخصص تغذیه باشید که به اصطلاح صدمه به خودتون نرسونید. تا چند روز میتونه ادامه پیدا کنه؟ خب شما دیدین که افرادی میافتن تو چاه، میبینی یه ماه هم زنده میمونن. یه آقایی توی انگلیس 1 سال بالاتر از 1 سال روزه گرفت ولی چاق بود. بنابراین بستگی به اون شخص داره. و چه فرقی با گشنگی داره، گرسنگی داره؟ گرسنگی اینی که بدن یه زمان خاصی تقاضای غذا میکنه و این بستگی به عادت شماست و به تدریج بایستی افزایش پیدا کنه. کم کم میتونید مثلا صبحانه که بلند میشید مثلا 1 ساعت دیرتر بخورید، بعد روز دوم مثلا 1.5 ساعت دیرتر بخورید. این با گشنگی یعنی این که صدمه به بدنتون نرسه، این تفاوت داره. در روزی آب ما هدفمون این نیست که
هدف داریم. هدفش اینه که موادی که سلول هایی که چربی تولید میکنن یا سرطان تولید میکنن اینا رو کم کنیم. خب حالا چطور شروع میکنیم؟ مثلا ساعت 8 صبح بیدار میشید، میخواید صبحونه بخورید. باشه، به جای نون، سیریال، چیزایی شکری، به جای اون تخم مرغ میذارید، پنیر میذارید، سوپ میذارید، یه چیزایی که شکر نداره. بعد فرداش به جای 8 و نیم میخورید. حتما نباید صبحونی بخورید. کم کم 8 رو میکنین 9. حتی شده 1 دقیقه، مثلا به جای 10 میکنید 10 و 1 دقیقه. من اینطوری تونستم مدت روزی آبم رو به 22 ساعت افزایش بدم و تونستم دیابتم رو جبران کنم و وزنم رو از 85 کیلوگرم به 60 کیلوگرم، الان 55 کیلوگرمه. معمولا شما باید سعی کنید که 17 ساعت 16 ساعت روزه بگیرید. موقع روزه همونطوری گفتم آب میتونید بخورید، قهوه میتونید بخورید، چای میتونید بخورید، چای سبز میتونید بخورید و بعدش هم مثلا فرض کنید که رسیدید به 17 ساعت، این ایداله. فرقش با روزه مذهبی اینه که به اصطلاح در اذان صبح تا میتونیم غذاهای چرب و چیلی و اینا میخوریم. فکر سلامت نیستیم. با این وجود خیلی ها به مزایای روزه پی میبرن، ولی روزه مذهبی شما آبم نمیتونید. پس بنابراین باید غذا رو با چیزای شروع کنید که شکر کم کنه و چیزایی که شکر کم داره. مثلا فرض کنید که روغن زیتون خوبه، آووکادو خوبه و سعی کنید که چیزای شیرین اگه میخواید بخورید یا مثلا فرض کنید که خرما میخواید بخورید آخر غذا به نظر من بخورید، شکمتون پر شده باشه. یعنی باید سعی کنید که مقدار شکر در خونتون زیاد بالا نره، حتی وقتی غذا میخورید. با این روش گشتگیت هم کم میشه. یعنی اگه مثلا مدت روزتون چیز باشه، زیاد باشه، احساس میکنید که اصلا این گشنتون نیست. این یه تفاوت با روزه مذهبی است. انشاءالله که موفق باشید.